سلام دوستان عزیز، من حکیمی هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نوبتی دیگری من. خدا کنه در هر گوشه دنیا باشید. پیش از وصیت و سلامت و دور از تشویش‌های روزگار. دوستان عزیز، میخوام در این برنامه ویژه ایدانه هم هست بهر شما تبریکی بگویم. خدا کند که این عید سعید قربان را یا این عید اضحی را در کنار فامیل محترمتان، در کنار یار و دوستان خویش و تبار نمیفهم همدهان و همدهگان و هم وطنان و هم شهریای عزیز خوب و خوش سپری کرده ایستاده باشین یا سپری کرده باشین. و همیشه ما دعا میکنیم بچهای غریب که در تمام دنیا صلح و ثبات پایدار گردد، که مردم عادی از تمام بلاهای زمینی و آسمانی در امین باشند. و دوستان عزیز، علل خصوص در تاجیکستان عزیز میخوام دوستان و رفیقان خود را به عید سعید قربان تبریک بگویم. و دوستان فرقیتی میخوام در باره چند نقاطی که در فرقیت بین عیدهای تاجیکستان و عیدهای فرانسه یا که اروپا هست کمک شهر بدیم یا که گفته باشم و هر شما معلومات داده باشم. مثلا عیدهایی که در تاجیکستان میگذرن، چون مردم اکثر مسلمان است، مثلا عیدهای سنتی با یک شکوه شهامت، با یک چی میگن آمادگی ویژه برگزار میگردند. اما در کشورهای اروپایی، علاوه در فرانسه یگانه کشوری است که بیدین است، یگانه دین را قبول ندارد، یعنی نه مسیحیت و نه کاتولیکی و نه اسلام و نه دیگر یهودیت. یگانه عید را به رسمیت نمیشناسد، یعنی دین از سیاست جدا است در فرانسه. و یگانه عیدهای مثلا دینی را فرانسه اعلان نمی کند، یعنی روزهای رخصتی و نمیفهم جشنی اعلان نمی کند. به خاطر دو فرقیت اولش در است. دوم فرقیت مثلا در تاجیکستان که هست مردم مثلا بسیارتر است و عید با یک جشنی خیلی هم خوب برگزار می گردد و در اینجا کم رنگ است، یعنی مثلا کم دیده می شود، چون اینجا مسلمان ها هستند، اما مسلمان ها مختلف از تمام مسلمان های دنیا در اینجا دیده می شوند و هر کدام این مسلمان ها با همون روش و با همون سبک سنتی های خود جشن می گیرند. خب به هر صورت دوستان عزیز، غریبی از وطن است. اینا مثلا یکون کس این کار کردن نمیتوند و یکون کدام چی زیادتی کرده گفته نمیتوند. خب به هر صورت دوستان عزیز، چنانچه میبینید دوستان عزیز، تاقی من هم در همه روزها رسید، تاقی تاجیکی، و خواستم که در همه برنامه با همین تاقی تاجیکی که سوزندوزی تاجیکی هم هست یا که چی میگن گلدوزی تاجیکی تاقی، به هر شما یک نوار داشته باشم و شما را تبریک بگم به عید سعید قربان. و چند روز پیش یک تاقی دیگر هم 4 گل ما هم رسیده بود، تاقی با حساب چوس به حساب مشهور است در تاجیکستان ما هم رسیده بود و این دومین تاقی است. و دوستان از برادران و خواهران خواهش میکنم کسانی که میدانند یا که کسانی که بیزنس دارند در اینترنت، برای ما مثلا تاجیک های برون مرزی لباس های ملی، نمیفهم سیمبل های ملی، اما نمیفهم اما چی میگن چکندوزی و نمیفهم گلدوزی و دیگه که مثلا چای لوازمات خانه میخوایم تاجیکانه مثلا فرمایش بدیم، اما متاسفانه من نیافتم در چند چای اینترنتی. مثلا در آمازون بزنیم فقط فوتبالکا های و نمیفهم بیرق های و در همین چیزا. اما ما میخوایم که اون سورا ما خریدیم او مثلا بیرق و مثلا دیگه سورا، اما ما میخوایم که مثلا چای لباس های ملی و برای بچه ها، برای دختران و برای خانم ها مثلا خریداری کرده باشیم. و کسانی که میدونند سلک هاشون، کسانی که در این مثلا چی دارن، لطفا زیر ویدیو همون سلک هاشو با ما را مثلا راهی کنن یا که ارسال کنن تا که ما از این چیزا برخوردار شویم و بهره بریم. دیگه دوستان عزیز، دیگه پرحرفی نمیکنم. خدا کند که دیگه عید خوب و خوش سپری کرده ایستاده باشین و دیگه تمنای تمام غریبا همین است که هر چه زودتر به وطن برگردیم و عیدهای آینده رو در وطن خود برگزار کنیم. باقی دوستان عزیز، من پرحرفی دیگه نمی کنم، شما را به خدای پاک و منان میسپارم تا برنامه‌های بعدی. خداوند یار و مددگار همه ما و شما باشد. دیگه خدا یک بار دیگر میخوام عید برای تک تک هر یک مسلمان و هر یک تاجیکی عزیز تبریک بگویم و خدا کنه که عید چی میگن با یک ویژگی خاصی خود سپری کرده ایستاده باشین.
و برادر شما هستم از فرانسه، حکیمی.